امروز قراره که داستان ترسناک و دارک از جزیره پورت آرتور که توی تاسمانیا هستش براتون روایت کنم. در دل تاسمانی، توی سواحل شبه جزیره تاسمانی، یکی از تاریک ترین و مرموز ترین مکانهای استرالیا قرار داره. جزیره پورت آرتور. این مکان که روزگاری به عنوان مستعمره برای زندانیای بریتانیایی استفاده می شده، الان یکی از جاذبه های گردشگری و ترسناک هستش. پورت آرتور توی سال 1830 تأسیس شده و به مدت 47 سال به عنوان محل نگهداری زندانیان استفاده می شد. توی مدت بیش از 1000 نفر جون خودشون از دست دادن. زندانیان توی شرایط بسیار سخت و غیر انسانی نگهداری می شدن، به طوری که بسیاری از اونا دچار جنون می شدن. سیستم انفرادی که توی پریزن سپریت اجرا می شد، زندانیان رو به مدت طولانی توی سلول‌های تاریک و بدون ارتباط با دیگران نگهداری می کردن. یکی از مشهورترین افسانه ها مربوط به بانوی آبی هستش که گفته میشه که این زن توی دوران بارداریش توی پورت آرتور جانش رو از دست میده و الان روحش در جستجوی فرزندش در اطراف کلیساهای قدیمی پرسه میزنه. یه سری شاهد هم ادعا کردن که توی شبای تاریک سایه‌ای از یه زن با لباس آبی در اطراف کلیسا دیده شده. بازدید کننده های بسیاری از تجربه های ترسناک خودشون توی پورت آرتور گفتن. بعضی از اونا گزارش دادن که در هنگام بازدید از پریزن سپریت صدای زمزمه هایی رو شنیدن که منبع اونا مشخص نبوده. همچنین بعضی از افراد ادعا کردن که در هنگام عبور از راهروهای تاریک سایه هایی رو مشاهده کردن که به سرعت ناپدید شدن. جالبه که بدونیم برای کسایی که علاقه‌مند به تجربه این مکان ترسناک هستن، یه سری تورهای شبانه‌ای هست که توی پورت آرتور برگزار میشه. این تورها با استفاده از فانوس‌های دستی بازدید کنندگان رو به مکان‌های مختلفی از جمله پریزن سپریت و کلیسای قدیمی میبرن و داستان‌های ترسناک و واقعی از این مکان رو روایت میکنن. بسیاری از این شرکت کننده ها در این تورها گزارش دادن که تجربه فراموش نشدنی و ترسناک داشتن. اگه امکانشو داشتی، دوست داشتی اینجا بری؟ حتما توی کامنت ها برام نظرتو بنویس.